الرحمن الرحیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. بر اساس اشراف اطلاعاتی نیروهای مسلح، رژیم متجاوز صهیونیستی با وجود برخورداری از پیشرفته ترین و پرهزینه ترین سامانه های پدافندی ضد موشکی روز دنیا و پشتیبانی های همه جانبه آمریکا در پی ضربات مؤثر و کوبنده واحدهای موشکی و پهپادی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بخش قابل توجهی از توان راداری و پدافندی خود را از دست داده و با کمبود مهمات و تجهیزات مواجه شده است. هشدار می‌دهیم ارسال هر گونه تجهیزات نظامی یا راداری از طریق کشتی یا هواپیما از سوی هر کشوری برای کمک به رژیم صهیونیستی به منزله مشارکت در تجاوز علیه ایران اسلامی تلقی شده و هدفی مشروع برای نیروهای مسلح خواهد بود و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.